ببین این آش فکر میکنم در اصل مربوط به کرمانجاست. محشر واقعا. 3 سوته آماده میشه و فوق‌العاده برای این هوا جوابه. 3 مش عدس بره که بپزه. یه مقدار که طلایی شد پیاز داغمون، زردچوبه اضافه میکنیم و فلفل سیاه، مقدار خیلی زیاد هم سیر. حرارت گاز رو کامل کمش میکنیم و توی این مرحله بهش نعنا اضافه میکنیم. فقط خیلی مراقب باشید که نعنا اصلا نسوزه که طعم آشتون رو تلخش نکنه. تنها سبزی این آش فقط اسفناجه که درشت بعد خوردش کنیم. حالا پیاز داغ رو به عدسامون اضافه میکنیم. اندازه خورد شدن اسفناج اینقدر باید باشه. بعد از اینکه پیاز داغ رو اضافه کردیم، اسفناجای خورد شده رو اضافه میکنیم به عدس‌ها و میذاریم حدود 1 ربع بپزه. رشته محلی لخشک اضافه میکنیم. اصل قضیه اینجاست که حتما این آش رو باید با دوغ محلی یا نهایتا دوغ آبلی سروش کنید که مزه بهشت میگیره.